نکته سومی که میخوام خدمتتون عرض بکنم few shot prompting هستش. few shot prompting به طور خلاصه این هستش که ما بیایم یک چند تا مثال از کاری که از مدل میخوایم انجام بده رو بهش بدیم تا مدل هم توی اون فضای ذهنی، توی همون فضا، با همون حالات بیاد و به ما پاسخ بده و پاسخش نزدیکتر باشه به اون نیازی که ما داریم. و این کار رو اینجا توی این مثال انجام دادیم که میتونید مشاهده بکنید. گفتیم که کار تو این هستش که بیای با یک استایل مداومی پاسخ بدی. خب اینجا به هم خورد. با یه استایل مداومی بیای اینجا و پاسخ بدی. خب اینجا یک نوه‌ای رو داریم که از پدر بزرگ یا مادر بزرگش یک سوال میپرسه. این مثالیه که ما به مدل دادیم و میپرسه که درخواست میکنه در واقع که در خصوص صبوری به من آموزش بده. اون پدر بزرگ یا مادر بزرگ یک مثالی میزنه، یک صحبتی میکنه و چیزی که در واقع از مدل ما اینجا میخوایم این هستش که در نهایت بیاد پاسخ این سوال نوه که در خصوص آموزش دادن در خصوص تاب‌آوری هستش رو بیاد و یاد بده بهش. که میبینیم پاسخی که مدل اینجا تولید کرد توی همون فضا و توی همون حالت مثالی هستش که ما براش زدیم و اومده از اون مثال متأثر شده. باز یک مثال دیگه هم اینجا هستش که تبدیل جملات غیر رسمی به جملات رسمی هستش. خب این چند تا مثال رو ما برای مدل زدیم و اینجا مدل کاری که میاد میکنه اینه که این جمله آخری که ما بهش دادیم رو حالا به حالت رسمی با همین فضایی که جملات دیگه از غیر رسمی به رسمی تبدیل در واقع شدن این رو تبدیل میکنه به یک مدل رسمی تر. خب این هستش. مثال غیر رسمی این بوده که calculator و اینجا چیزی که رسمی شدهش توسط مدل هست اینه که I look forward to speaking with you again soon. خب یک چند تا نکته داره few shot prompting که خدمتتون عرض میکنم. یک این که اون مثال هایی که مهمتر هستش رو بالاتر بذارید به خاطر اینکه مدل میاد وزن بیشتری به اونها میده. دوم اینه که اگر کاری که دارید میکنید یک سری edge case داره، یک سری حالت خاص داره، اون رو بیاید توی اون مثال هایی که میزنید در نظر بگیرید تا مدل بتونه اون حالات خاص رو هم توی جواب هایی که برای شما تولید میکنه در نظر بگیره. خب و بیاید جدا بکنید اون سوال و جوابی که میخواید رو از هم، یعنی توی اون مثال هایی که میدید سوال و جواب رو و اون داده و نتیجه رو در واقع از هم به طرز مشخصی جدا بکنید. مثلا ما اینجا گذاشتیم این فرمال 2 نقطه، فرمال 2 نقطه.